Let's do this shit. مانگای برزرک. سلام برابکس، من علیم. داشت هیچکی براش مهم نیست، ولش کن. دوستم نیما و دوستم متین. به کیرشون نیست. کیر تو همشون بابا. اوکی let's go. کسکشی کنی سرش بمونی. آیا نوعی قانون متعالی یا دست خدا وجود دارد که انسان را در این دنیا به سوی سرنوشت خود سوق می‌دهد؟ به هر حال انسان حتی نمی‌تواند بر اراده خود احاطه داشته باشد. مادرفاکر. فردوسی. انسان شمشیر را بر می‌دارد تا در روزی دور دست فراتر از خاطراتش از زخم‌های کوچکی که بر روی قلبش سنگینی می‌کند محافظت کند. بیبی. انسان شمشیر می‌زند تا در روزی دور دست فراتر از رویاهایش با لبخندی بر چهرهش بمیرد. آیزاک نیوتن. هیا. آتش جنگ برای 100 سال بود که ادامه داشت. هیا هیا هیا. صدای جنگ و نیزه. صدای اسب. به پیش به پیش. کانشان را پاره بنمایید. شجاعت و خشم واقعی شوالیه های نیزه دار گوس پند سیاه رو نشونشون بدید. بکنیدشون. همه رو له کنید. نه مسخره است. داریم توسط یه لشکر سوار نظام کوچیک نظم سپاهمون رو از دست میدیم. پس جنرالامون دارن چه غلطی میخورن؟ براتون خبر دارم. دشمن ما شوالیه های نیزه دار سنگین گوسفند سیاه دارن به طرز باور نکردنی به ارتش خشق مغزه. اینطور که پیداست دژ ما در خطره. فرقی نمیکنه چه کسی. یعنی حتی یه نفرم از میدلند پیدا نمیشه که بتونه جلوی این دیوهای سیاه چودار رو بگیره. به پیش به پیش. غیر ممکنه. اونا فقط یه شوالیه بر علیه ما فرستادن. باشه با خاک یکسانش کنید. هیا. هیا هویو هیی. صدای نصف کردن سر. صدای گردن زدن. آره گردن زدن. نه آرایش جنگی رو به هم نریزید. دشمن فقط یه نفر سوار است. محاصرش کنید. کونش بزن. میاد تو راه نداشت. اونا نگاه کنید سرورم. شاهین ها. شاهین سفید. گریفیث با سربازانش. قاتل های ترسناک میدان نبرد. هیا هیا. تاش چرا هایشه داره قودا میکنه؟ نکته ظریفی بود. قودا. شاید قودا. عقب نشینی. صدای عقب نشینی. این دختر. به 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 به. ولی در واقع پسره. صدای کول بودن. فرمانده گاتس. کارت عالی بود فرمانده. تنهایی به عنوان شوالیه تک حمله کردید. اون خیلی عالی بود. من که داشتم میلرزیدم. شما قهرمان پیروزی هستید. بچه ها فرمانده گروه سواره شاهین ها گاتس. رئیس ما اینه. درسته. آره اون کیرش خیلی کلافته. متاسفم که تگروی کردم و تنهایی حمله کردم. چی میگی؟ بی خیال. از اونجایی که تو فرمانده مایی میتونیم به گروه های دیگه فخر بفروشیم. درسته. صدای ایستادن در این پوزیشن.
فرمانده گاتس. کاسکا؟ من بود. سود کن کاسکا. کی دادش کاسکا؟ کاسکا هستم؟ باید باید حرف بزنم. میشه لطفاً با من بیای فرماندگات؟ بدون من شروع کنین، من بعداً میام. بله قربان. دعوای اونا مثل سگ و گربه از 3 سال پیش که فرمانده گاتس به شاهین ملحق شده زبان زد خاص و عامه. این دفعه احتمالاً به خاطر تکروی اون باشه. قضیه چیه؟ بازم جر و بحث. فکر کردی داری چی کار میکنی؟ چی؟ خودتو به اون راه نزن. وظیفه تو متی داداش این خیلی دشت داری میخونی. صورتشو ببین، عصبیه. جنده سلیته‌ای بخون. خودتو به اون راه نزن. وظیفه تو این بود که بگو لاشی. شاشیدم. علی صدای نقطه در بیار. وظیفه تو این بود که نقطه نمیشه صدا در نمیاد که وظیفه تو این بود که موقع حمله ما به دشمن گروه ما رو همراهی کنی و از جنه ارتشایی مستفزت کنی. اینا دستوره. چطور فکر کردی باید همراهان تو رها کنی ها؟ تنهایی اونم از رو به رو به دشمن هم میکنی؟ فکر میکنی قهرمانی؟ یکیش خب این بار شانس بردی که مشکل ساز نشد. کاره خودخانه تو همیشه همینو میگی. اینا همش حرفه. موقع عمل که میرسه دوباره کوخوری خودتو میکنی. با 3 سال پیش که گیرفیس رو عصبانی کردی هیچ فرقی هم کردی بهش. تنها چیزی که تو رو ارضا میکنه پوسیه منه. تو اصلا به دوستات اهمیتی نمیدی. تو درست مثل یه سگ حشری هستی. دوباره بگو. گفتم دوباره بگو. شما 2 نفر تمومش کنید. گیریفیس جونم. جان. همه چی رو بهش توضیح میدم. گیریفیس تو خیلیش آسون میگی. نقطه. درست. بازم مشکل پیش اومده کاسکا. خارکاسه. به هر حال اون فرد مورد علاقه گریفیس هستش. با جر و بحث اینجوری فقط خودتو سبکتر میکنی، آدم بعده میشی. میدونی چیه؟ اگه میخوای اونو بکشی ما همیشه پایه ایم. متاسفم. واقعا چقدر با هم دیگه بد هستیم. با اینکه 3 سال از اون موقع میگذره. من به فکرشون هستم. من به دوستام فکر میکنم و دیگه مثل سابق نیستم. یاد 3 سال پیش افتادم وقتی تو رو در حال پرسه زدن پیدا کردم و باهات مبارزه کردم و سر پیوستن به گروه شاهین شرط بستی کردیم. اون مبارزه باحالی بود. از اینجور مبارزه ها خوشم میاد. بیا بریم. امروز سوژه اصلی حرف زدن موقع نوشیدن تویی. گریفیس بابت امروز متاسفم. این ویژگی توی ذات توه. من توی نقشم روش حساب کرده بودم. نقطه. به حق چیزای نشنیده یه فرمانده عنوان شوالیه دریافت میکنه؟ واقعا این عجیب غریبه و حتی عنوان یه نجیب. هیچ معلومه پادشاه چی فکر میکنه؟ با این حال در طی اون جنگ سربازان شاه فوق‌العاده کار. چرا برای فرماندهی مثل اون چنین کاری میکنه؟ وقتی جنگی نباشه اونا با راهزن هیچ فرقی ندارن. به نام پدر، پسر، روح القدس تو را شوالیه مینامم. اما حالا نباید نسبت بهش بی‌اعتنا باشیم. توانایی اون در میدان نبرد رو نباید دست کم گرفت. در عوض کی میدونه کی اون باعث سقوط ما میشه؟ دلیر، متواضع‌تر و با ایمان باش. این مراسم نظامی و حتی اومدن مقامات کهنسال با همه دبه و کبکبه نشون دهنده اینه که تصدیق و ارزش نهادن به ما انکارناپذیره. گریفیس نه تنها شوالیه میشه بلکه لقب وایکنت هم بهش اعطا میشه. حالا میتونیم کار کثیف مزدور بودن و ببوسیم بذاریم کنار. ما الان دیگه جزء ارتش سلطنتی هستیم.
وایکنت لقب اشرافی که پایین تر از کنت و بالاتر از بارون است. یاد بگیرید. به دانشتون هم اضافه میکنیم اینجا. بنواز. حالا که عضو ارتش میتلند هستیم باید یاد بگیری که دهن تو ببندی کسکش. الان وسط مراسم اعطایی نشان هستیم. از این به بعد فرمانگرما برای گریفیس درد سرساز میشه. دیگه نمیتونیم مثل سربازای بی‌کلاس و دادی گستاخ باشیم. باشه خانم ستوان کاسکا، تو از مامان من بیشتر قرقر میکنی. چی گفتی؟ هی مراسم زشته بابا. اون کجی هست دوباره. هه بی سر و پا ها. 198 199 200. هیا تو پرانتز قدا. بودا. صدای بلند کردن دست چپ، صدای عرق کردن. وای چه شمشیر